حضرت عایشه میگوید لطه را تر میکردیم، بالای پیشانی پیغمبر میگذاشتیم و رسول الله میگفت اللهم اعینی علی سکرات الموت و غمرات الموت، پروردگارا بر من سختی و مشقت مرگ آسان بکن. میگه رسول اکرم فقط و فقط دعاش در دم آخر همین بود. حضرت ادریس که این قصه قرآنی است که زنده به جنت رفتگی هست، وقتی میگه بی نهایت کار میکرد، بسیار زمین ده کار میکرد. عزرائیل میگه چنان ذوقش میآمد کار ادریس میدید. روز میگه از جانب خداوند اجازت گرفت که همین پیغمبری تو را من زیارت کنم و بی نهایت که عبادت زیاد داشت، میخواست که عبادت ادریس تماشا کند. وقتی میگه و هو کان صائم الدهر، میگه صاحب کتاب ادریس میگه دائما روزدار بود. باز از جنت میگه یک مقدار طعام میگه عزرائیل گرفت خانه ادریس آمد نشست و ادریس میگه اول نشناخت، طعامی که آورده بود تناول کرد. از بین میگه قریب 4 روز گذشت، نه میخورد نه طاعت عبادت میکند. ادریس که آداب مهمانداری را میدانست پرسانش کرد تو آیا بشر هستی؟ تو آیا از تخم انسان هستی؟ گفت نه من از تخم انسان نیستم، من برادر تو عزرائیل هستم. ادریس با مجرد شنیدن عزرائیل گفت تو قابض روح هستی؟ تو قبض کننده جانها تو هستی؟ گفت بله من هستم. گفت این 4 روز تو در خانه من بودی، آیا تو کسی را جانش قبض کردی؟ میگه حضرت گفتن ارواح الخلق عندی کالمائده اتناولها کما تتناول اللقمه. ادریس گفت جان تمام مردم گفت در نزد من به منزله یک دسترخوان است. چگونه ای که از هر جاش تو یک لقمه را میگیری میخوری، این جان تمام مردم در روی دسترخوان است در نزد من. کدامش ده که امر شد همون زمان میگیرم. تا امروز چندین هزار جانش گرفتیم. من خود گفت جان میگیرم، فقط کشیش جان بر نماینده های من و خدمتگارهای من وابسته است. اونها میکشند تا حلق میارن و من جانم میگیرم. این گفت به همین منزله است که برای من هیچ مشکلاتی ندارم. میگه ادریس گفت عزرائیل گفت تو برادر من هستی، من هم مرگ را چشیدن نمی شود، زیرا خدا گفت از همه نفس باید مرگ بچشد. لیکن من خدا را دوست می‌دارم، ذکر خدا را دوست می‌دارم. می‌خواهم که ابدی زنده باشم و فقط در ذکر خدا باشم. وقتی جان مرا گرفتی تو یک بار دیگه به سوی خدا باز دعا و تضرع کن، مرا جان دوباره بده. میگه عهد کردن. وقتی که بعد چند مدتی آمده جان ادریس میگه گرفت و حضرت عزرائیل گفت خدایا گفت این بنده به سوی تو هم دعا کرده بود، از ما هم تضرع و زاری کرده بود که جان دوبارهش بتیم. چی می شود؟ این ذکری ترا دوست می داشته است، عبادتی ترا دوست می داشته است. خدا که در ازل ادریس کشیده بود جان دوباره را میگه با ادریس داد. ادریس وقتی میگه از خواب مثل که بیدار میشه، عزرائیل نزد خود دید، گفت برادر عزرائیل گفت این چی دهشت بود که تو بر من روا کردی. گفت ادریس گفت الرفق الذي فعلت بك ما فعلت على احد قط. ادریس گفت چنان مهربانی در وقتی جان گرفتن بر تو کردم که چنین مهربانی را برای هیچ پیغمبر پیش از تو نکرده بودم. چگونه معامله کردم؟ حضرت ادریس گفتن آیا به تو وصف کنم، بیان کنم که چگونه جانم دادم؟ تو بیان کن. گفت این الحیوان اذا انسخل جلده وهو حی فمرارته اشد منه. میگه ادریس گفت ملک الموت گفت جانت از بدن من چنان گرفتی که وقتی که یک حیوان زنده باشد و او را زنده به زنده گفت پوستش میکنند و چگونه درد پیدا میکند، همون درد گفت 1000 مراتبه دیگر گفت با زیادتر. از اون دیده گفت چی شید؟ این جان کندن من گفت بر من سخت آمد. حالا که عزرائیل چی گفتند؟ من گفت مهربانی بر تو کردم. حضرت عیسی را خدا رحمت کند که یکی از معجزه هاش این بود که مرده 1000 ساله را زنده بکرد.
بعد باورش میکردن که این پیغمبر است. وقتی میگه قومش گفتن عیسی گفتن تو هر مرده ای که زنده کردی مرده های همین 500 ساله و 1000 ساله بودن. ما یک مرده میدانیم به نهایت قدیم است. اگر همون را زنده بکنی ما ترا باور میکنیم. البته قوم سرسخت حضرت عیسی گفتن میلش کدام مرده نباشد با اذن الهی انشاءالله زنده میشود.